قسمتی از مغز من و شما در حال ترسوندن من و شماست. وظیفش محافظت کردن از من و شماست و این وظیفه کمی نیست و کارشو خیلی خوب انجام میده. هر زمان من و شما بخوایم کار جدیدی رو انجام بدیم، کار متفاوتی رو انجام بدیم، خلاف عادت هامون کارهایی رو انجام بدیم، این قسمت از مغز با سرعت خیلی زیادی فعال هست. سیگنال هایی ارسال میکنه، پیام هایی ارسال میکنه و به شما میگه انجام نده، میترسونت، ولش کن، بیخیالش شو. دیگران قضاوتت میکنن، دیگران مسخرت میکنن، این کار رو انجام نده. گفتم بهتون کارش و وظیفش ترسوندن من و شماست، چون دوست نداره به من و شما آسیب برسه. واسه همینم دائما ما رو میترسونه. هر کار میخوای انجام بدی میترسونت، انجام نده، این کار واسه تو نیستش، به درد نمیخوره، تو تواناییشو نداری و خیلی چیزهای دیگه. به احساساتتون گوش بدین. متاسفانه وقتی صحبت از احساسات میشه خیلی‌ها فکر میکنن احساسات یعنی بیعقلی. منظور از احساسات بیعقلی نیستش. قسمت دیگه از مغز داره سیگنالای خودش ارسال میکنه، داره پیامهای خودش ارسال میکنه و به شما انگیزه میده و میگه بلند شو و انجامش بده، شما توانایی داری. ولی متاسفانه بیشتر انسانها به اون صدایی که داره میترسونشون گوش میدن و ثابت موندن، خطر نمیکنن و به احساساتشون گوش نمیدن. به احساساتت گوش بده. احساسات معنیش بیعقلی نیستش. وقتی احساسات من شما درگیر میشه تمام وجودمون درگیر میشه. همه جا میتونیم احساسش بکنیم. روی قلبمون تأثیر میذاره، همه جا تأثیر میذاره و به شما میگه دنبال خاصت برو، شما چیزی از کسی کم نداری. به اون صدایی که داره میترسونه گوش نده. اون همیشه تو رو میترسونه. اون صدا همیشه انسانها رو میترسونه و همیشه خواهد ترسوند. اصلا وظیفش ترسوندن من و شماست. به احساسات قدرتمندت که واسه هدفتن به اون گوش بده. هدفتو تصور کن، خیلی زیباست. انسان‌هایی که رویا ندارن، هیچ چیز ندارن، هیچ چیز. رویاهای بزرگ داشته باشین و واسش بجنگین. این صدا همیشه میخواد من شما رو بترسونه، همیشه. ولی شما کاری رو انجام بده که فکر میکنی درسته، فکر میکنی باعث پیشرفتت میشه. شاید دیگران مسخرت کنن، بخندن، ولی در پایان شما برنده هستی. ایمان دانشراد.